سنه 28 ایولی سال روان در اوبانبون بحر تاجیک یک نفر غرق شده فوت دیده است. شخصیت غرق شده هنوز معلوم نبوده. تنها معین کرده شده است که او با واسطه تجهیزات شناوری مساحت زیاد را تعیین نموده در بحر غرق می شود. وقتی که شمالی سخت میشد و والنی سخت میشد، آوای برآمده غرق میشد. از غواصان ما در آنجا کارهای کافتگاوی دارن، اما جایی که غرق شدگی انیق نه، معلوم نیست که کدام طرفی همونجا غرق شده. ساکنان را خواهش میکنیم که احتیاط شوند، حیات خود را زیر خطر نمانند. دوام 6 ماه سال جاری یا خود تا سنه 25 ایولی سال روان همگی 18 حالت غرق شوی ساکنان در کل و دریاهای ولایت به قید گرفته شده است. این حالت را مسئولین از بی اهمیتی خود ساکنان میدانند، زیرا هنگام آبازی عادی‌ترین قاعده‌های شناوری را رعایت نمی‌کنند. بر ضمن این در بسیار حالت موضع‌های خطرناک یا خود برای آبازی منع شده را انتخاب می‌کنند که عاقبت این عملشان به مرگ آورده می‌رساند. 15 نفرشون نابالغ، 2 نفرشون با سبب خودکشی، یک نفرشون به نظارت والدین به قید گرفته شده است. حالا بنابر گرمی هوا صفی ساکنانی که با مقصد آبازی به دریا می روند به اندازه رکوردی بالا رفته است، اما متاسفانه ساکنان بیشتر در منطقه های خطرناک به آبازی مشغول می شوند. گروه کاری شعبه اطلاعاتی سیمای مستقل یکم همراه دسته زودعملی نجاتدهی کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت رید مشترک گذرانید. دوام یک ساعتی رید معین گردید که نه تنها نابالغان بلکه کلانسالان نیز در منطقه های خطرناک مشغول آبازی هستند. مسئولین با آنها کارهای فهماندهی گذرانده آگاه کردند که در موضع‌های خطرناک آبازی نکنند. 8 منطقه‌ای که من شدگی با اوضاع من کرده شده است که در اینجا آبازی کردن من است. مثلا یکم مثال میگیریم منطقه باغ فراغتی نوروزگاه، پل جشنی لوبلینی، بعد ثانی منطقه باغ غلبه، گردش ساحلی دایره 13، باغ کمال خوجندی. هنگام بازدید از منطقه خطرناک کوپرکی جشنی ساکنان زیاد در این موضع نیز به آبازی مشغول بودند. همچنین در موضع نوروزگاه شهر نیز 100 نفر ساکنان از خرد تا بزرگ به آبازی مشغولند. با وجود کارهای فهماندهی بعضی از ساکنان از عاقبت ناخوش این عملشان اندیشه نکرده باز در موضع‌های خطرناک آبازی میکنند. در بالای شعار و آویزه‌های نصب گردیده باشد ساکنان لباس‌های خود را گذاشتند که این حالت نیز از معرفت پست آنها درک می‌دهد. همه روزه ما از طرف گروه کاری تشکیل شده است، از طرف ریاست حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت و شهر خوجند 4 نفر 5 نفر افسران دیگر رو کاربری میکنن. اویده میگن کدام مردم میفهمونن وقتی که ما میریم بعد ما میبیام با بازی میکنن با همین کارا رو تکرار میکنن. خیلی که از خودتون دیدتون. موضع آبازی در منطقه شهری خوجند روبروی حکومت ولایت سوخت جایگیر بوده. ساکنان میتوانند در جای بی خطر به آبازی مشغول شوند، زیرا این موضع همیشه زیر نظارت نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده قرار دارد. آبازی هم در اینجا برای ساکنان بی خطر ارزیابی کرده می شود. گزارش شهزاده ایوب و سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.